وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 207 نفر دیگر به کرونا ویروس نو مبتلا شدند و شمار عمومی گرفتاران روز 19 می به 1936 نفر رسید. آمار رسمی تلفات به تغییر است، چون مقامات میگویند در شبانه روز گذشته یگان مورد فوت ساکنان از بیماری همگیر را ثبت نکردند. به اطلاع رسمی از زمان اعتراف موجودیت کووید 19 در تاجیکستان 41 نفر از این بیماری جان باختند. اما بر اساس فهرست غیر رسمی در اینترنت، شمار جان باختگان از کرونا ویروس و التهاب شوش بیش از 270 کس حساب شده است. این فهرست را بر اساس خبر رسانه ها، شبکه های اجتماعی و اطلاع نزدیکان فوتیدگان تهیه می کنند. با توجه به این، بعضی از متخصصان و تعداد زیادی از مردم به درستی آمار رسمی شبهه دارند و می گویند ممکن است تعداد گرفتاران و تلفات از بیماری در تاجیکستان زیاد باشد. همه روزه در شبکه های اجتماعی نیز کاربران درباره مرگ نزدیکان و همکاران خود گزارش می دهند. وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که تا 19 می در شفاخانه های سراسر کشور 3781 نفر زیر نظارت پزشکان هستند و در یک روز بیش از 640 کس را پس از شفا یافتن به خانه هایشان جواب دادند. ولی مشخص نیست که 3781 نفر با نشانه های کرونا ویروس یا گمان گرفتاری به آن بستری هستند و یا بیماری دیگر، چون هر دفعه مقامات تاجیکستان درباره شفا یافتن صدها نفر گزارش می‌دهند، ولی نه در آمار سازمان جهانی تندرستی و نه در آمار دانشگاه هاپکینز ایالات متحده آمریکا درباره شفا یافتن کسی گزارش نشده است. تاجیکستان بعد از قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان کشور چهارم آسیای مرکزی است که روز 30 اپریل موجودیت کرونا ویروس نو را اعتراف کرد. ترکمنستان هنوز ادعا دارد که از بیماری همگیر عاری است. حالا تاجیکستان با 41 تلفات از روی شمار فوتیده ها از کرونا ویروس نو در منطقه در جای اول است. تا 19 می در قزاقستان 35 نفر، در قرقیزستان 14 نفر و در ازبکستان 13 کس از کووید 19 فوتیدند.